این کشورها متوجه شدن که خطر اسرائیل به همون اندازه جدیه که ایران در تمام این سالها داشته مرتب گوشزد میکرده که آقا این اسرائیل خطر بزرگ منطقه است، غده سرطانی منطقه است، خنجر فرو رفته در قلب خاورمیانه است و الان موضع حقانیت ایران باید نقد بشه. یعنی یک موضع حقانیتی ایران داره، این رو بایستی این چک رو نقد بکنه. روی این حساب رفتار آمریکا با اوکراین رو نگاه بکنید، نابود شد اوکراین. رفتار آمریکا با اتحادیه اروپا رو نگاه بکنید، اتحادیه اروپا به خاطر آمریکا تمام منافع انرژی با روسیه رو بند کرد، برید. اقتصاد آلمان، اقتصاد انگلیس، اقتصاد فرانسه، ببینید چه آسیبی خورد به خاطر اون خواسته و آرزوی آمریکا. حالا یک سیاستمدار عاقل ایران رو هم دیده، قطر رو هم دیده. من فکر میکنم اگر که قرار باشه به نتیجه گیری برسه این سیاستمدار عاقل باید متوجه بشه این آمریکا اون آمریکایی نیست که دیگه بشه روش رو تضمیناتش حساب کرد. نه فقط این امید بهش نیست، امید ورود بهش نیست، بلکه این آمریکا هر لحظه ممکنه اسرائیل رو کمک بکنه در زدن یکی از متحدین دیگرش. کشورهای خط مقدم در معرض خطر دیگه رسیده به ترکیه و عربستان سعودی و اینها متحدین آمریکا هستن. یعنی ترکیه من رسانه‌های ترکیه رو لحظه به لحظه دنبال میکنم. الان بحث ترک‌ها اینه که آقا ممکن نفر بعدی ما باشیم. بله الان دیگه بحث این است که آقا کی نوبت ما میشه که اسرائیل حمله کنه. عربستان سعودی که اساساً ادعای ارضی داره اسرائیل در موردش مطرح میکنه. شمال عربستان که تا مدینه النبی تا ادعا دارن که تا مدینه اینا حق حاکمیتی دارن. این چیزی که می‌بینیم طائف و اینها رو دیگه در بر میگیره. شهرهای مهم سعودی رو در بر میگیره. شهرهای مهمی از حجاز رو در بر میگیره. اینا متحدین آمریکا هستن که هم باید احساس خطر بکنن و میکنن.